سلام خاله چه خیلی سازی کجا میره کجا میره دوشنبه کجا میره سلام علیکم دوستو عزیز یک لطیفه روز مؤلفش برادر از موجود خورشید خیلی است کیلومی شپلاق انا افندی را بپرسن که افندی خیلی سلام علیکم افندی میگه و علیکم السلام بعد میگنش که افندی یک سوال میته مگر دونستی جمع میکنیم یک $50 کد میتیم افندی خوشتان میشه میگه سوال بوده فرق ندارم ما همه سوال ده آماده که جواب بدیم بعد میگه گپ نیست همین گپ بزن افندی که همین BMW X5 زوره یا که BMW X6 افندی فکر میگه با خدا قسم ما ماتماتیک در زوم نیستم یگون سوال های تاریخ بده تاریخ خوب میدونم یک مردک بیرون قشلاق ششتگی یکی میبینه که یک تابوت برده است و قفای همون تابوت یک 700 نفر آدم همین جنازه کنار رفته استند بعد پیش همین مردم یک تکم رفته استند ببینه حیران میشه بعد این مردک میداو در درون همون جنازه کنار بین مردم هم همون جنازه در قطعی میشه میره خلاص گپ او انا میت دفن میکنن خلاص گپ بعد میگه می صاحب مرده کیه بعد میگه اون مردک شتگی صاحب مرده بعد میره میگه سلام علیکم اکا میگه سلام علیکم میگه صاحب مرده شما میگه آ بچا ما بعد میگه کاکا این کی بود بندگی کرد میگه خشتمان بود اکا خشتمان بود بسیار انسان خوب بود خشتمان بود میگه خیر خداوند جاش جنت بگردونه میگه همه شفا میدم همین تکه پیش نفهمیدم همین تکه شکه چی معنا داره بعد میگه که همین تکه همین خشتمان مزد خشتمان مرد بعد این مردک میگه هی میبخشه که نمیشه همین تکه تا 3 روز آمده آرنده بودی بعد صاحب مرده میگه برای گوشه میجا همین 700 نفری که میبینی همش به خاطر همین تکه میجا آمدگیان اکایلوم کجا رفته سای؟ سلام علیکم اما اکای تصویر زنزه سروشنا گفتی مقصد اون بیای قد کریم را بگیره کریم نه اومده باید اکای تشویقات یک جبره خوب کجا در که تصویر نیست نکن؟ اکای کریم سوزی اکای تصویر سوزی چوه کنه اکای تصویر مکتوب شوخی نکردی یک لطیفه روز یک مردک ونجی در ون زندگی میکنه بسیار مردک به هنر بوده یک روز دعوت میکنه مهمونا از شهر از چند جاها آدمای رفیقایی که بسیار آدمای کتا آدمای وظیفه دار دعوت میکنن ونج میان تماشا میکنن با سر یک گوسفند میخرن صحبت کرده چخ کرده بعد آدمای دارنده آدمای وظیفه دار بعد طرفی اون ونجی برادرش میگه که ای مرک اینا ما از سری وظیفه داریم یگانجا در رئیس جماعت های یگانجا در رئیس کلخوز های یگانجا در رئیس نوحیه اگر ما تو را بمونیم کورکا میتونی عین حال همین کارای دستی ما میآید همین وظیفه در یگانجا در بمونیم اخلا رئیس نوحیه کورکا دا میتونی این مردک ونجی یک طرفش نگاه میکنه بعد میگه بای چی را نمیتونم منم و رنگ شما کار سنی پیش نمیسنی قفا بیرن میتونم در کانال وستن میدیا پادکست کنید به نزدیک هم فیلم هم سنجه های نوی گروه غریب شو کمپین رو تماشا کنید و حلاوت برید خیلی دوستان عزیز گفتم عبدالجبار عظیم ماشین کردن نمیتونه خیلی خون یاد گرفت برادر عزیزم زنده باشی عبدالجبار عظیم خیلی آدم خداداد انسان آدم خوبه مبارک باشه عبدالجبار عظیم یا برادر یک خیلی که باید زنده باشی زمین پیش تنی دکتر سلام دوستان عزیز اینا ما در
خوجابی گرم در زمستان تاجیکستان که مثل زمستان سیبیر انا که وقتی قدر خنک بله. با دوای تازه زمین انا پر از برف راحتی جان با زمین هم فایده با مردم دیخان هم فایده خیلی مبارک باشد این سفیدی ها همه میگفتن برف نیست انا برف و من برف و بار دیگر فکر میکنم که این برابر همه سفیدیاش با فیض و برکت هم دارد. برادر ونجی بیا بله بسیار دههای زیبا زنده باش. اکنون ما با برف عادت کردیم که ما برای ما یکم بار نیست چند وقتی است که در ناحیه نیستیم ما این برف با خرسان شدیم مبارک باشه برای همه مردم زنده تهران باشی. این برف گپ نیست تاجیکستان بخش جمعخون داون بیو کارش کینه کار کینه همه خیلی نکیره چیکار کنیم سلام دوستان عزیز ما در کلوب هستیم در کلوب بوستانی این برادر عبد خلیل با تخلص جیگری انا یک موسیقی مینوازه که آدم راحت میکنه این موسیقی رو باید با سیتار بنوازی میگی برادر عبد خلیل با گیتار بسیار خوب مینوازه برای بعد عبد خلیل یک موسیقی سلام علیکم امروز امروز کریم جان امروز برادرم اکل هم جان اینا پدر عزیزم اینا نگاه کن خشور گفته صورت خشور گفته حالا امروز اومدیم پدر قد خیلی صحبت کنیم چخچخ کنیم اینا الهام نگاه که اکل تشریف اوتاد رنگ بلوگرو شده حتی دابته یا پادپیس اینا میگن دو پروردگار در هر قبله نگاهبان بود. آمین پروردگار اولش همی که امام گدامون نگرد. آمین دیگرش همی که پروردگار کسلی بود لاغری خیش و تبار آل اقربا و فرزندامون نبینه. پروردگار مراد مقصد ناکل بگردونی از امام گدامون نگرد. الله اکبر سلامت باشین خوش آمدید برادر عزیز زنده باشید. سلام برادر عزیز حالا روی ما در نویه عبدالرحمن جمعی هستیم حالا در یک دریا گفتن که هم خیلی خبر آمد که اگر تشریف در آنجا کت اومدگی های در حوزده اومده میگه ما کتاب بگیریم بریم کت کلام بوده بعد جا نه وقت چی کردم یک فرمک شدم وکر
فیلما کشیدم یک 5000 مرغ آوردم اینا فیلما خیلی گیره 5000 مرغ این فیلما خیلی این مرغا دا مهنت کردیم ها که کتا گرفتم بعد با چق چق میکنیم طرف زیری چه سوته ای بندگه که تاشتیم موی گرفته لانتونا برادر عزیز مهنت کنی اکا میشوا ایسی نگاه کن موی انا برادر امو کتی گفتگی میام این امو کتی گفتگی ما انا کتی گفتگی قبیدم چیز میفوره دیگه با میگه که موی گرفته نمیتونی انا ایسی نگاه که انا دوستان عزیز موی گیریم و سرشید با چند موی گرم میگیریم با شما در نشان میتونه که ببینیم ما چه خیلی زود موی میگیریم این که در لاس وگاسی دهنه کلوم اینا چیگه یا بقا خریدیم برای قربانی را ببریم قربانیش بکریم در عید قربان باش باش سلام دوستان عزیز این حال ما طرف ولایت سوخ شهر خوجند سفر داریم همون اهل دوستا برادرها انا خوشبختانه امروز اکه بختیار برادر عزیز ما رو انا برده ایستاده است در سر چنبرکی بوشی زنده باشه اکه بختیار مبارک بوشی است برو بابا بشه الو رسیدیم خدا خادم خوجند میرسیم تشریف های الجبور و مایلا گای بسیار از آن خوب است که وقتی لبه هم چا رحمت الجبور خیلی با شرفت شما ما هم در برای رو گرفتیم مثلا که دیگه نمیتونه که نمیگه خدا خدا نمیتونی خشوع کده که بختیار خشوع میکنه بله دوست خشمه میکنه من از سیگنال تکو ها از سیگنال تکو ما سربازان بننگ و ناموسی ملت آماده هستیم که مرز تاجیکستان را حمایت کنیم. تاجیکستان